با سلام خدمت همه عزیزان و دوستان همراه ایدن ایمیگریشن. من مینا مدنی هستم، وکیل مهاجرتی استرالیا. امروز یه فرصت مناسبی پیدا شد که من در مورد ویزاهای مهاجرتی استرالیا توضیح مختصری بدم. ویزاهای اقامتی مهاجرتی استرالیا شامل دو دسته میشه. یه دسته که اقامت موقته و دو تا ساب کلاس هست که اقامت دائمه. اقامت دائم شامل ویزای ساب کلاس 189 و 190 میشه. حالا ویزای ساب کلاس 189 چیه؟ با این ویزا شما میتونید تو همه جای استرالیا زندگی کنین، کار بکنین و خود انتخاب شهر و استیت با خودتونه. که برای گرفتن این ویزا شما باید امتیازتون بسیار بالا باشه که امتیاز بسیار بالا شامل امتیاز نمره زبانه، نمره سنتونه و تحصیلات و سابقه کارتونه. ویزای 190 چیه؟ ویزای 190 ویزایی هستش که شما از یه استیت شما میاد اسپانسر میگیرین و موظفین که 2 سال توی اون استیت بمونین و این ویزا باز هم اقامت دائمه و در واقع 5 امتیاز، اگر شما امتیاز کمتری داشته باشین نسبت به ویزای 189 میتونید از این 5 امتیاز اسپانسریاتی استفاده کنین و بتونین اینویتیشن رو دریافت بکنین. یه ویزای دیگه هست به اسم ویزای 491 که در این ویزا شما در واقع باید امتیازتون خیلی کمتره و باید از 15 امتیاز اضافه تر که مناطق دورافتاده استرالیا به شما میدن استفاده کنید. این ویزای اقامت موقته و بعد 3 سال که شما توی مناطق دورافتاده زندگی کردین و کار کردین میتونید برای این ویزا اپلای بکنید. حالا سوال اینه که خیلی خوب، حالا مناطق ریجینال ایریا خیلی سخت زندگی کردن. مناطق ریجینال ایریا استرالیا و یعنی مناطق دور افتاده استرالیا واقعا خیلی تفاوت زیادی با مناطق شهرهای نسبتاً بزرگ استرالیا نداره، به خاطر اینکه همه امکانات هست منتها در ابعاد کوچیک‌تر و دولت استرالیا الان داره تشویق میکنه افراد رو که به مناطق دور افتاده برن، چون برنامه‌های توسعه برای اون مناطق داره. برای تمام این 3 تا ساب کلاس ویزا خدمات دارویی و خدمات پزشکی مجانی هست و خدمات تحصیلی برای دانش آموزان هم مجانیه. اگر برای دانشگاه بعضی از رشته ها شما میتونین که پولی پرداخت نکنین، خیلی رشته های تعدادش خیلی کمه، ولی برای اکثر رشته ها تا زمانی که سیتیزن نشدین باید برای دانشگاه هزینه پرداخت بشه.